بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمة ولی الله. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، مسافرای بهشت، هم نفسای یاد خدا، هم شهری شهر الله. الهی که حالتون خوب باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه. تا این نیمه ماه مبارک رمضان هر خبری دارین بگذارین کنار، یه خبر خوش براتون دارم. دست اول همه خبرها رو فراموش کنین، بچسبین به این خبر. خبره چیه؟ گفت خبری نیست اگر معجزه‌ای برپا شد. خبری نیست اگر معجزه‌ای برپا شد. خبری نیست اگر سینه دریا وا شد. خبری نیست که دریا صدف موسی شد. خبر آن است که گفتند علی بابا شد. جانم به این خبر. دست اول این خبر خوش رو به همه شما تقدیم میکنم با همه وجودم. امروز سال روز ولادت با سرسعادت کریم آل طاها، سبز پوش فاطمه، سفره‌دار مدینه امام حسن مجتبی علیه السلام هست. اولین میوه پیوند علی و زهرا سلام الله علیهما. شاخه طوبا، درخت طوبا ثمر داده، اونم چه ثمری، حسن تمام، فرزند ارشد علی و زهرا علیهم السلام، اولین نوه نبی مکرم اسلام. با همه وجودم امروز رو به محضر امام زمانمون به همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. فقط خدا میدونه که تو دل پیامبر، تو دل امیر المؤمنین، تو دل حضرت زهرا امروز چه خبره. یعنی قنده که تو دل حضرت مادر دل آب میشه از بابت این قدوم مبارک ولادت امام مجتبی علیه السلام. به خوشحالی آل الله ما هم شادیم. چه روزه‌ای بشه امروز، چه روزه‌ای گرفتن اهل بیت امروز. گفتش که در روزه اگر مرد و زن افطار کنند با آب رطب یا لبن افطار کنند. امشب علی و فاطمه و پیغمبر با بوسه ز روی حسن افطار کنند. جانم به این بوسه و جانم به این افطار. با همه وجود امروز رو که سراسر خیر و نور و رحمت و برکت به همه شما تبریک و شاد باش میگم. الهی که از همه برکات امروز ولادت کریمه اهل بیت در این آستان مقدس کریمه آل طاها همه شما بهره‌مند و انشاءالله برخوردار باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا.
اینی که تماشا کردین، ببینید از حال و هوای خونه پیغمبر و علی و زهرا علیهم السلام در شب ولادت حضرت کریم اهل بیت فقط خدا خبر داره. اما اینی که شما الان تماشا کردید حال و هوای حرم حضرت معصومه حضرت کریمه بود در شب ولادت حضرت کریم. و من حالا که این ذریح مطهر رو شما نگاه میکنید و این گنبد و بارگاه و خودم این شبا اومدم این جلال و این جبروت و این صحنها و این رواقها و این در واقع شبستانها رو که میبینم میگم خدایا اینها مخصوص کریمه اهل بیته که خواهر امام معصومن. از اون ور آدم دلش میره برای قربت و مظلومیت امام مظلوم شیعه، امامان مظلوم شیعه در جنت البقیع، که آدم دلش میخواد این گنبد و بارگاه، این صحنها، این ذریح مطهر، این گنبد و گلدسته رو تو بقیع ببینه. که البته دیر نیست. گفتش که بذارید من این چند بیتم تقدیم کنم. گفت صحن و حرم و گنبد و گلدسته نداری. آقا جان درسته صحن و حرم و گنبد و گلدسته نداری، اما بر روی کسی خانه دربسته نداری. بخشنده ای و کار به این که در خانه مست آمده یا زاهد وارسته نداری. آقا جان جانم به فدای تو که در قلب سپاهت حتی 2 فرمانده دل بسته نداری. افسوس که جز گرد و غبار نفس باد اطراف خودت زائر پیوسته نداری. همینایی که ما فراوان داریم اینجا میبینیم. افسوس که جز گرد و غبار نفس باد اطراف خودت زائر پیوسته نداری. در سینه هر شیعه حرم داری، اگرچه بالای سرت گنبد و گلدسته نداری. گنبد و حرم و با صفای شما وسعتی داره به وسعت دلهای عاشق همه شیعیان و پیروان آل الله در سراسر جهان، که البته گنبد و گلدسته هم خیلی زود ما برای شما میسازیم. گفت امام آخرین ما می آید، علی با حضرت زهرا می آید، حسن صاحب حرم خواهد شداری، به زودی حال شیعه جا می آید. هر کی صدای من میشنوه جهت تعجیل در فرض حضرت صاحب الزمان، خوشنودی دل حضرت زهرا، ان شاء الله گنبد و حرم و گلدسته بسازیم به زودی برای امام مجتبی در بقیع. یه صلوات بلند اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما سلام و خیر مقدم و عرض تبریک فراوان خدمت استاد تراشیون عزیز. آقا ببخشید طول کشید، یه دونه امام حسن داریم دیگه، سعی می‌کنیم براشون مایه بذاریم. مخلصیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت ایام هم دارم، محضر یکایک شما خوبان. امیدوارم انشالله خداوند متعال به همه ما و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام توفیق قدردانی و قدرشناسی از معصومین علیهم السلام رو عنایت بفرماید. الهی آمین. به برکت دعای خیرتون، نفس حقتون. آقا ما به نظرم خیلی توی این ماه مبارک رمضان حال خوشی که در شبهای قدر پیدا میکنیم و مدیون امام مجتباییم. اعتقادمه به خاطر اینکه اولین ایستگاه قبل از شبهای قدر ولادت امام مجتباست. انگار خدا تعبیه کرده در نیمه ماه مبارک در قلب شهرالله این ولادت که حال ما رو قشنگ خوب کنه، در خونه کریم اهل بیت چیزای خوب بگیریم و بعد آماده و مهیا و پاک درک کنیم قدر شب‌های قدر. انشاءالله. دقیقاً همینطوره. بله مثلا ببینید وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام، علقه و علاقه‌ای که بهشون شکل میگیره فاصله بین زمین و آسمان رو نزدیک میکنه. یعنی ما وقتی میریم در خانه وجود مبارک امام حسن مجتبی باید شک نکنیم که داریم فاصله خودمون رو با خدا کم میکنیم، نزدیک میکنیم
و اون ارتباطه به خوبی شکل میگیره. برای همین میگن وقتی شما به دنبال یک دعای مستجاب هستید حتما برید کنار مسجد شریف اهل بیت علیهم السلام، از اونجا دعا بکنین، دعاتون به آسمان نزدیکتر و زودتر مستجاب میشه. خب شبهای قدرم شب استجابت دعا، شب راز و نیاز، شب درخواست، شب استغفار و توبه است. خب قطعا وقتی ما اهل بیت علیهم السلام رو واسطه قرار میدیم، هم فرزند رو، هم پدر رو، هم امام حسن مجتبی رو، هم وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین رو در اون 3 شب، قطعا میتونیم این فاصله رو نزدیکتر بکنیم و درخواست هام رو راحتتر به محضر ذات اقدس ارائه بدیم. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت فراوانش، ان شاءالله که قدردان باشیم. حاج آقای تراشون عزیز، اگر صلاح بدونید ما قبل از اینکه وارد موضوع برنامه امروزمون بشیم یه چند تا سوال اومده از طرف بیننده های عزیزمون، حیف اینا رو مطرح نکنیم، ان شاءالله که بیننده باشن الان پاسخ سوالاتشون هم بشنون. بزرگواری پیام دادن که یه دختر 2.5 ساله دارم، آخی خدا حفظش بکنه، خیلی لجباز و بهونه‌گیر شده، خیلی جیغ میزنه، چجوری باید باهاش رفتار بکنم تا لجبازیشو بذاری کنار؟ دختر 2.5 ساله. به نظرم از ما نباید بگیم که چگونه باید با او رفتار بکنیم، ما باید یه مقداری تنظیم رفتارهای خودمون رو داشته باشیم. میدونیم معمولا لجبازی بچه ها عوامل بیرونی داره، مثلا خود والدین یکی از عوامل ایجاد لجبازی در بچه ها، یا نمیدونم اینا دقت کردن یا نه، یه کسی کنار بچه نیست، این بچه راحت‌تر داره بازی میکنه. یه بزرگتری میاد میبینی لجبازیش، بهانه‌گیریش، گریه‌اش، پرخاشگریش شروع میشه. حالا باید ببینیم چی کار باید بکنیم. من چند تا راهکار عرض بکنم. اول این که زیاد امر و نهیش نکنیم. امر و نهی واقعا سوهان روحه، اذیت میکنه آدم‌ها رو. من امر به معروف و نهی از منکر رو نمیگم، این امر و نهیایی که ماها داریم. بعد نکته دوم، بچه‌هایی که بیکار باشن حالت لجبازیشون بیشتر میشه. بچه‌هایی که پرکارترن، مشغولترن، با برنامه‌ن، اینا کمتر لجبازی نشون میدن. بچه‌هایی که کمتر از رسانه‌ها استفاده میکنن آرامش بیشتری دارن. یعنی ما یادتونه در یک برنامه‌های گذشته سهم دادیم، گفتیم 1/24 شبانه روز بچه‌های کوچیک مجازن از تلویزیون و سایر رسانه‌ها، اونم استفاده صحیح داشته باشن، نه 60 دقیقه در شبانه روز، نه یه رخصتی بدیم تا 100 دقیقه گفتن، ولی بیشتر بشه. شما یه سری آسیب‌های رفتاری و کلامی رو در بچه‌ها می‌بینید. نکته چهارم، به تغذیه و خوب توجه کنیم. اصلا یکی از دلایل لجبازی اینه که جسم یارای مقاومت در برابر اتفاقات پیرامونی رو نداره. لذا دلیلش هم چیه؟ میبینیم مثلا این صبحانه نخورده است، لجبازیش بیشتره. برنامه غذایی مناسبی نداره، لجبازیش بیشتره. پس غذاش رو هم بهش توجه کنیم. پنجم، ساعت خوابش رو دقت بکنیم. ششم، رفتارهای خودمون هم دقت کنیم. ما گاهی اوقات باورتون میشه ما پدر مادر رو از نگاه بچه‌ها لجباز داریم. آره، یعنی گاهی اوقات بچه میگه مامان چرا روی نهی داره پا فشاری میکنه، الان باید بری بخوابید، 5 دقیقه دیگه نه. هم خب اینم از نگاه بچه لجبازیه دیگه. یعنی ما ناخودآگاه یه الگوهای غلطی رو داریم از نوع رفتارهای خودمون به بچه‌ها ارائه میدیم که اگر این رو بتونیم کنترل بکنیم باز بچه‌هامون آرامششون بیشتر خواهد بودش. ولی اگر همین 5 نکته رو مادر بهش توجه بکنن، به نظرم بخش عمده از لجبازی اصلاح میشه. حتما خیلی مفید و کاربردی بود، خدا خیرتون بده. گفتن که ظلم به همسرم جواب داره، چرا فقط میگید پدر و مادر؟ اگر چرا فقط میگید پدر و مادر؟ یعنی فقط ظلم به پدر و مادر جواب داره؟ اگر پدر شوهر به پسر بگه که به همسرت ظلم کن جواب نداره؟ خدا جواب نمیده؟ چرا دیگه جواب؟ اگر ناظر به بحث جلسه قبل اون باشه، من اونجا یادتون باشه اشاره‌ای کردم، یعنی میخوام بگم دیگه ما اوج قله رو بیان کردیم، ظلم به پدر و مادر. یه مثالی من زدم، گفتم شخصی محضر یکی از علما رفته بود،
بعد اون عالم گفت تو مستاجر تربیت کردی، نکبت این زندگیت رو گرفته. مستاجر. حالا چه برسه آدم گاهی فرزندش رو به ظلم بکنه، به همسر ظلم بکنه، به عروس، به داماد، نمیدونم اینها ظلم بکنه، اینا قطعا نکبت‌هاش میاد وارد زندگیمون میشه. مثلا ماهیت ظلم، حتی شما در حق یه حیوان ظلم بکنید خوب نیست، حتی یه حیوان. لذا میخوام میگم که ماهیت ظلم کثیفه، کریه، چرکینه، چه برسه نزدیکان. بله اینو باید کلن بگذاریم کنار در همه سطوح. بله اون وقت طبقاتش ممکنه مختلف باشه، قطعا دوز کمی از ظلم ممکنه نسبت به والدین آثار خیلی سوئی رو روی زندگی انسان بگذاره. چرا مردا کاری برای خانوما انجام میدن میگن باید تشکر کنید، ولی خانوما تشکر نیاز ندارن؟ هم اینجوری نیستن همه مرد؟ بله من به نظرم یه مقداری زمانه تو متفاوت شده. من حالا اینو میگم برخی نشنون از من. الان خانوما هم اینجوری نه اصلا خانوما رو نمیخوام بگم، برعکس شده، برخی پدر مادرها نشنون. من اخیراً یه چند تا جلسه داشتم برای زوجهای جوان. من خدایی شوهراتون بهترند یا پدرهاتون نسبت به مادرتون؟ باورتون میشه تقریبا جمع میگفتن شوهرامون برام بهتر. یعنی این نسل امروز بله الحمدلله نسبت به همسراشون خوبن، خانمام همینطورا. نسبت به زنهای قدیم نسبت به شوهراشون اصلا ابراز محبت راحت‌تر و بهتر الان شده. لذا این نیستش که خدایی نکنه ما فکر کنیم تو زمان داریم میریم جلوتر مرد و زنا دارن بدتر میشن. نه اتفاقا توجهشون بیشتره. البته توقع نسل امروز هم بالا رفته. شاید یک دلیلش هم وجود این رسانه‌های متنوعی که در اختیار ما هست. یعنی گاهی اوقات ببینید رسانه، من همیشه میگم بر اساس تخیل نویسنده و کارگردان و تهیه کننده داره یه فیلمی و سریالی رو تولید میکنه. ممکنه واقعا جلوه واقعی نداشته، واقعیت این چیزی که ما داریم میبینیم. یه جایی بله فرد ممکنه عصبی باشه، یک جمله‌ای بگه، این بالاخره تو زندگی هست، فرقی هم نمیکنه خانم یا آقا. ما باید یه جای تاباوری هامون رو، تحمل پذیری هامون رو هم بالا ببریم. اما قدردانی نسبت باز به همه سطوح انسان ها خوبه، چه برسه زن و شوهر نسبت به هم دیگه. بعد هر دو سویه هم باشه، نه جوری باشه که خانوم فقط فکر کنه وظیفه منه که شوهرم قدردانی بکنم، نه آقا فکر کنه این وظیفه اوه. این بالاخره یک فرایند طبیعی و زیبا و به نوعی تقویت کننده است در زندگی که هر چی ما بتونیم از این عامل مؤثر بهتر استفاده بکنیم به خانواده‌مون رشد بیشتری هم میدهیم. حالا من یه چیزی از خود شما و مثل شما یاد گرفتم، میگن هر کاری میخوای تو دنیا بکنی، هر کار خیری که میخوای بکنی، سعی کن نیتت برای رضای خدا باشه. بله. چون اگه اینجوری باشه دیگه توقعی هم نخواهی داشت. اگه طرف مقابل تشکر کرد که به هم مراد، اگر هم نکرد تو برای اون نکردی، برای خدا کردی. محبت به همسرم میکنی به خاطر خدا بکن. ها؟ بله. حالا من اینو فرمودید یاد یه جمله از مرحوم آقای مجتهدی افتادم رحمت الله علیه. ایشون یه موقعی بر اساس روایت هم میفرمودن اگر یه کار خوبی کردید، اصلا یکی اومد ازتون یه تشکر کرد، به خدا بگین خدایا این داره تشکر میکنه دستش درد نکنه، ولی فکر نکنی من تشکر این راضی اما من پاداشش از تو میخوام. چون داریم میگن برخی مواقع آدم نامه عملش رو روز قیامت میبینه فلان کار رو کرد ولی خالی نوشته نشده، این پاداشی هم براش در نظر گرفته نشده. میگه خدای چرا این پاداشی برای اون عمل من در نامه عملم ثبت نشده؟ از جانب خدا پیام میرسه میگه یادت فلان کارو کردی، ازت کلی تعریف کردن، کیفم کردی، خب پاداشت بود دیگه، تو دریافتش کردی تو دنیا، اما من دیگه درخواست نکن. یعنی میخوام بگم که یه موقع هم حواسمون باشه اگر طرف مقابلم ما رو تشویقی میکنه، تأییدی میکنه، تمجیدی میکنه، بگیم آقا خدا ما این برامون کافی نیست، این خدا خیرش بده داره لطف در حق ما میکنه، ولی من پاداش اساسی و ریشه‌ای رو از خود شما میخواهم. بله خیلی ممنونم. چرا به این اشاره نمیکنن آقای تراشیون که خانوم ها الان گیریم میکنن میان بیرون؟
اینو پررنگ بگن. تازه اینو بین مردها ثابت کرد که زنها برخی زیبا و برخی از زیبایی برخوردار نیستن. اینم ناظر به همون فرمایش شما درباره بله در روز گذشته است. من فقط یه اشاره‌ای بکنم. ببینید ما هر چی درگیر ماده بشیم از معنویت دور میشیم. روایتی داریم نبی مکرم اسلام فرمودن دنیا و آخرت همانند شرق و غرب عالم است، به هر کدام نزدیک بشوید از او یکی دور میشید. یه موقع ما اگر جلوه های مادی طرف مقابل اون فقط پررنگ باشه، تو روایات هم داریم خدا میگه من تو رو با همون وامیگذارم، تو برای این زن به خاطر زیباییش رفتی ازدواج کردی، خب همین زیباییش برای تو. در حالی که وقتی انسان وارد زندگی حقیقی میشه میبینه که نوع تعاملات، رفتارها، کردارها، کلامها یک نقش بسیار پررنگ در زندگی داره. ولی ما باید خیلی به این دقت بکنیم، یعنی هم خانم‌ها دقت بکنن که به دنبال جلوه‌گری نباشن در محیط‌های عمومی و جامعه، یعنی جامعه رو افت بهش میدن، ترمز جامعه رو اینا میکشن و واقعا هم آسیب میرسونن به جامعه. و ما آقایون هم یاد بگیریم که قرار نیستش که تمام خوشی‌های زندگی در یک جلوه زیبایی باشه فقط. نه قطعا من مکرر اینها رو آقای قوامی عزیز در مشاوره داشتم که آقا میاد میگه آقا زن من از زیبایی زبان زده ولی من حاضر نیستم یک روز کنارش زندگی کنم. خانم میگه آقای من جزو خوشتیپای فامیله ولی من الان قیافه‌ش میبینم حالم به هم میخوره ازش. دلیلش چیه؟ دلیلش که اون رفتار ضعیفه دیگه. ببینید این جلوه‌گری ظاهر بردی نداره. که من فکر کنم حالا این اخلاق نداره، رفتار نداره، پس من حداقل به تیپش دلم رو خوش کنم، این نیست. ولی بالعکسش هست. یه موقعی شما میبینید فرد ممکنه ظاهری نداره ولی اخلاق و رفتار خوبی داره، نسبت به اون میبینید که اثرگذاری بیشتری داره. بله منتظرم آقا صحبتتون تموم شد. بنده خدا بالبال زد پشت تو پایین اومد تا اینجا که به من بگه میخوام بریم یه بخش رو. منتظر بودم بیادبی نشه کلامش رو قطع نکنم. خیلی ممنونم آقا عزیزم استفاده کردیم. ما بریم از یکی از ستارگان، البته این صدا نداره، صدا قطعه. آره یا دوستان درست کنید. بریم از یکی از ستارگان حرم نور بگیریم، یک عالم ربانی، یک عارف بالله، یک مفسر بزرگ قرآن کریم حسابی نور بگیریم و برگردیم و وارد موضوع بحث امروزمون بشیم. بسم الله. سید محمد حسین طباطبایی در سال 1281 شمسی در تبریز به دنیا آمد. کشاورزی به تحقیق و تألیف آثار علمی پرداخت. علامه سید محمد حسین طباطبایی سرانجام در 24 آبان 1360 در سن 79 سالگی از دنیا رفت و پیکر مطهرش در رواق بالاسر حرم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزی رو ازشون نور گرفتیم که ماها هممون دوستشون داریم، اما شهید مطهری یه جور دیگه ای هستن، عشق می‌ورزیدن. اسم علامه طباطبایی میومد می‌فرمودن روحی فدا. بعد میپرسیدن به خاطر اینکه ایشون مفسر بزرگی هستن، فیلسوف بزرگی هستن، می‌فرمودن نه، من فیلسوف و مفسر زیاد دیدم. البته که در اینها در اوج بودن علامه طباطبایی. بعد گفتن شما چرا انقدر عاشق ایشونید؟ میگفتن به خاطر اینکه تو کل ماه مبارک علامه طباطبایی هر روز پیاده میومد آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و روزش رو با بوسه به ذریح مطهر ایشون باز میکرد. افطارش شده بود بوسه به این ذریح مطهر. زیارت میکردن، نماز میخوندن، بعد میرفتن منزلشون میکردن غذا خوردن. این رفتار علامه طباطبایی منو واله و شیدا و عاشق ایشون کرده. خدا رو شکر که ما از اول ماه مبارک این توفیق رو داریم که لحظات ناب افطار رو این بارگاه باشیم. شما هم که دلتون اینجاست از ما نزدیکتریم به این حرم و انشالله که حضور جسمانی و روحانی تو امان داشته باشید. اول برنامه یادم رفت برنده قرعه کشی دیروز رو عرض بکنم. خانم ناهید حیدری فرد از رفسنجان برنده خوش اقبالمون هستن. به خانم حیدری فرد تبریک میگم. یک پرچم متبرک آستان رو تقدیم میکنیم با افتخار. ایشان عبارت یا فاطمه معصومه رو به سامانه 301122 ارسال کردن. شما امروز به مناسبت ولادت امام حسن با اجازه حضرت کریمه نام حضرت کریم رو برای ما ارسال بفرمایید. یه عبارت یا حسن رو ارسال بفرمایید علیه السلام به 301122 که پرچم متبرک این آستان رو دریافت بکنید. اما به شما قول میدم خیلی زود انشاءالله یاد خدا در شبستان امام خمینی حرم مطهر امام حسن مجتبی برنامه برگزار خواهد کرد. اونجا به شما میگیم یا حسن برای ما ارسال بکنید که پرچم مقدس و متبرک حرم امام حسن رو به شما هدیه بدیم. هر کی دوست داره خیلی زود این اتفاق بیفته یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوب آج آقا این اتفاق بیفته. خیلی عالیه. ما با شما بشینیم تو شبستان امام خمینی حرم امام مجتبی انشاءالله راجع به چیزای خوب حرف بزنیم، مثل ازدواج، مثل شاخصه های ازدواج موفق، معیارهای انتخاب همسر که میخوایم الان راجع بهش صحبت کنیم انشاءالله. بسم الله. قطعا یکی از اتفاقات خوبی که در ایام میلادهای اهل بیت علیهم السلام میفته این اوج شکل‌گیری ازدواج‌ها و پیوندهاست. ما انشاءالله به برکت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی تبرکاً این بحث رو تقدیم بکنیم که زمینه‌ای بشه برای جوانهای ما که انشاءالله زودتر این رخداد مهم زندگی انسان رو انشاءالله رقم بزنن. و شاید بتونیم جناب آقای قوامی عزیز بگیم که یکی از واقعا مهمترین رخدادها بعد از تولد ازدواج. همه زندگی رو تحت شعاع قرار. چون دلیلش همینه که اصلا آغازگری است برای شکل دهی یک نسلی برای انسانها و بشریت. ببینید یه تفکری در غرب وجود داره که منکوبه. ببینید ازدواج رو در حد یک همباشی پایین میارن که هم با هم باشیم فقط، ولی در فرهنگ دینی میبینیم نه، یک جریان است، یک فرایند است که قراره به نظام هستی کمک بکنه که این نظام هستی بتونه موتور پیشرانش رو به خوبی جلو ببره، در این حالی که زمینه رشد و تعالی انسان رو برای آخرت هم فراهم میاره. من اینجوری به شما بگم، شاید اگر روایات رو ملاحظه بکنیم به این نتیجه برسید که تمام اتفاقاتی که بین زن و شوهر میفته معادل سازی عبادی شده. یعنی از نگاه کردنشون، دست دادن به هم دیگه، سر سفره غذا خوردن، حرکت مرد به سمت خانه، هم نشینی زن و شوهر با هم دیگه، کمک به هم دیگه کردن. یعنی شما برای همین ما وقتی نگاه میکنیم میگن وقتی فردی ازدواج میکنه نیمی از دینش رو زمینه و بسترش براش فراهم میشه و واقعا کسانی که ازدواج نمیکنن تو این زمینه درجا میزنن.
مطلقا نمیتونن به یک مجموعی از رشدهایی که در ازدواج وجود داره دست پیدا بکنن. اما من مقدمتا میخوام چند تا جمله به خودم بزرگترها بگم. ببینین گاهی اوقات به نظر من امروز مسئله ازدواج رو ما بزرگترام داریم سختش میکنیم، مشکل آفرینی میکنیم توش، گرفتار میکنیم جوانهامون رو. مثلا شما ببینید امروز جوان میاد برای مسئله ازدواجش مشاوره با ما صحبت میکنه، میگه من رفتم خواستگاری دختر خانومی، مهریه‌ای که برای این دختر تعیین کردن دقیقاً احساس من اینه که این پدرزن و مادرزن پاشونو گذاشتن بیخ گلوی من، دارن من رو خفه میکنن. خب این تنگی ایجاد میکنه. بعد میبینیم نه، این اصلا انگار داره تبدیل به یک، خدمت شما عرض کنم که حسن برای زندگی ها میشه که هرچی مهر بالاتر باشه انگار با کلاس داره، در حالی که واقعا این نیست. لذا پیامبر گرامی اسلام در کلام نورانیشون فرمودن اصلا مهریه زیاد نفرت آوره، نفرت ایجاد میکنه و ما اینو داریم به عینه میبینیم. بعد میگه چرا خب مهریه رو اینقدر بالا میاره؟ میگه مثلا این آقا داماد سر گوشش نجنبه یه جایی. من یه موقعی در برنامه سمت خدا این رو عرض کردم، گفتم ببینید انسانی که بخواد سر گوشش بجنبه، شما 5000 سکه هم مهر دخترتون بکنید میره میجنبه. پس معلوم اومد یه چیز دیگر رو ما اصلاح بکنیم، درست بکنیم که این پیوندهای در محیط خانه تقویت بشه. یا مثلا الان جهیزیه دادن ها، یعنی واقعا آدم نگاه میکنه این جهیزیه هایی که امروز داره داده میشه یک نوع تفکر جاهلیت پشتشه و ما نتونستیم این رو اصلاح بکنیم. نمیدونم دیدین الان تو کل کشور هم این مده، جهیزیه میخرن میچینن، فامیل بیان تماشا کنن. دقیقا آدم یاد این آیه قرآن میفته که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، به هم دیگه فخر فروشی میکردن حتی به شماره قبرهاشون. الان به تیر و تخته ما داریم تکاثر رو بالاخره خدمت شما فخر فروشی میکنیم، بیان ببینن داریم آبرو داریم. این چه آبروداریه؟ بعد آیا واقعا اینا رو خوشبخت میکنه زندگی های دخترها و پسرهای ما رو؟ شما برین تو این دادگاه خانواده ببینید آیا دختری که اومده هنوز 6 ماه از زندگی مشترک نگذشته داره درخواست طلاق میده، جهیزیه‌اش کم بوده که این مشکل رو پیدا کرده؟ ما یه جای دیگر رو باید اصلاح بکنیم به نظرم. یعنی نه جهیزیه خوب خوشبختی میاره، نه مهریه بالا خوشبختی میاره. من خودم این بخش رو ممکنه خانوما ناراحت بشن، به نظر من بخش عمده ای از این معضلات زیر سر خانوماست. یعنی اگر اصلاح نکنن این وضعیت رو، جامعه ما رو به فساد میره. امروز میبینید دختر و پسر زیر بار ازدواج نمیرن ولی همباشی رو با همدیگه دارن. بریم بپرسین از این مسئولین دانشگاه ها، دبیرستان ها، بالاخره نیروهای انتظامی تو بخش پیشگیری، ببین چه خبره. ما اینا رو به حلال به هم دیگه نمیرسونیم، اونا با عقل به حرام به هم میرسن. مثلا آقا پسری آمده میگه آقا من متاسفانه با یه دختر خانومی ازدواج سفید رو دارم که همین ازدواج سیاه به فرمایش حضرت آقا، یعنی همباشی نه شرعی و قانونی با هم دیگه بالاخره قراردادی رو ندارن، هم باشن، بالا قول غربی ها جاست فرندی، رفاقتی. بعد میگه ما یه اتاقی داریم گرفتیم دوتایی، یه موکت کفش پهنه، یه یخچال کوچیک، یه اجاق گاز رومیزی، آقا خوشبختم هستیم داریم زندگی میکنیم. بعد من زدم رو دستم گفتم ای وای بر ما، این دختر و پسر حاضرن با همین امکانات با هم دیگه زندگی کنن، ولی من مادر زن میگم نه، من مادر شوهر میگم نه. یخچال سایت باید دخترم داشته باشه، از اون فلانی که کمتر نیست، اجاق گاز نمیدونم هوشمند باید داشته باشه، نمیدونم تلویزیون چند اینچ باید داشته باشه، مبلمان فلان و پرده فلان. حالا بشین تا این دخترت بعدش راه بیفته از این مشاوره به اون مشاوره که آقا فکر کنم منو سحر و جادو کردن دیگه کسی نمیاد خواسته کار. میگم خب دختر خانم دیگه سنت رفته بالا، تو سن بودی میومدن.
الان تو خودت، مادرت، پدرت، اطرافیان تو رو سحر و جادو کردن با اون عمل غلطشون و روش غلطشون. یعنی اینها رو معیار و ملاک عزت و آبرو میدونن خیلی‌ها. بله که نیست. وقت 6 ماه دیگه که دختر برگشت خونه، نه از عزت چیزی میمونه، نه آبرو، نه فلان. یعنی اینا رو به نظرم باید با هم دید. خیلی ممنونم، خیلی تلنگرآمیز و بجا و اینها بود. اینی هم که فرمودید زیر سر خانم هاست، ولی خب یه ذره دو که پیکان تیز بود، ولی منم هر چی دارم فکر میکنم اینا ما آقایون زیر سر خانم نه آره ما آقایون معمولا به مهریه و نمیدونم این جهاز برون و حنابندون استثناءات من کار ندارم، ولی اینو من با شجاعت عرض میکنم. ممکنه خانمام ناراحت بشن، ولی حقیقتا زیر سر خانم هاست. برید ببینید، مثلا آقا اومده میگه آقا من دختر دم وقت دارم، حالا یه دقیقه طول میکشه اینو من بگم یا یه دقیقه بیشتر نشه که دوباره الان پشت دوربین دوستان اومده تو همین قم جلو من رو گرفته در این مقاله. این برای چند سال قبل از کرونا بود. میگه آقا ما یه خونه داشتیم حیاتدار فروختیم، میخواستم دخترم رو جایزیه براش بخرم، رفتیم یه آپارتمان کوچیک‌تر خریدیم. این تفاضل قیمتش برای جلد به خانمم میگم خانم جان چقدر پول بدم برای جلد؟ حالا این عرض میکنم برای 6-7 سال 7 سال پیشه. اون موقع میگه به من 500 میلیون بده. من 500 میلیون دادم به خانم و رفت یه سری خریداش انجام داد و خدمت ببخشید 50 میلیون عوض میخوام 50 میلیون رفت خریداش انجام داد و اومد میگه آقا یه 20 تومن دیگه بده. میگم خانم گفتی با 50 تومن تموم میشه؟ نه کم اومد. میشه به من بگی چی خریدیم؟ ما خودمون خونمون جا نبود، خونه خواهرش دپو کرد. رفتیم میگه برخی اینایی که ایشون خریدون من اسمش رو بلد نبودم. میگم خانم این چیه؟ میگه این چشم خواهر شوهر رو کور میکنه. این چیه؟ قرار روی جاری رو کم بکنه. این چیه؟ قرار تو فامیل سربلند بشیم. امروز شده مدل خریدای جایزه ما. پناه بر خدا، پناه بر خدا. البته اینا یه طرف، آدم هم داریم، من خودم میشناسم، پدر مادرش هم تشویقش کردن، خرج عروسی رو کلن نظر فقرا و ایتام و نیازمندان کرده. مخصوصا در این ایام ولادت کریم اهل بیت این اتفاق زیاد میفته. نونوایی یا نمیدونم سفره های اطعام و احسان و اینا، خیلی ها رو من سراغ دارم خرج عروسیشون رو توی این مسیر هزینه کردن، گفتن خوشبختی واقعی رو ما اینجوری برای خودمون فراهم میکنیم. یه نمونهش همین سفره افطاری کریمانه‌ایه که هر شب اینجا پهنه. دیشب 15,000 نفر سر سفره کرامت امام مجتبی از یه طرف، کریمه اهل بیت هم از یه طرف. به خاطر همین کولاک بوده دیشب. یه نگاهی بهش بندازین و برگردیم و در خدمت. بفرم. همه از خدایی به سوی خدا برویم. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خدا نور ولا آمده است، خنده به لب آل عبا آمده است، بر حیدر و زهرا و محمد صلوات. الله صلی علی محمد و آل محمد. میلاد امام مجتبی آمده است. الحمدلله رب العالمین، ما فرصت پیدا کردیم نیمه ماه مبارک، روز سراسر خیر و نور و رحمت و برکت ولادت امام مجتبی علیه السلام رو درک بکنیم. این سفره کریمانه که شما دیدین که هر شب اینجا پهنه در خونه کریمه اهل بیت،
در خونه کریم اهل بیت، کریم آل طه امام مجتبی همیشه پهن بود. در خونهشون به روی همه باز بود. هر لحظه هر کس از هر جایی، فقیر و غنی و نمیدونم دور و نزدیک و مسلمون و غیر مسلمون و آدم خوب و بد و اینام نداشت، سفرهشون برای همه پهن بود. مصداق کامل اللهم اغن کل فقیر اشف کل جائع اللهم اکس کل عریان خود امام مجتبی بود که فرقی براشون نمیکرد. کرامتشون دست همه رو میگرفت. امشب و امروز انشاءالله که ما هم در خونه کریم و کریمه اهل بیت حاجت روا بشیم، چیزای زیادم بخوایم، کم نخوایم. چرا میگم کم نخوایم؟ گفت من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به زائر بدهم فکر کند. ای بخشه، از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد هر که در وقت گدایی به رقم فکر کند. زیاد بخواید انشالله، همسر خوب بخواید، شوهر خوب، نمیدونم خانوم خوب، فرزندان خوب، مجالس برگزاری خیلی خوب و در شأن به قول معروف شیعیان اهل بیت که حاج آقا بیشتر توضیح. خب حالا بحث اینه که ما وقتی میخوایم وارد یک زندگی مشترک بشیم، یک فرمولی برای زندگی خوب وجود داره. فرمول چیه؟ فرمول 1، انتخاب خوب. ما 5-6 دقیقه فرصت. مهارت‌های زندگی را آشنا باشیم، با فرامهارت‌های زندگی هم آشنا بشیم. یعنی این سه بخش اگر کنار هم دیگه خوب بنشینه، با مشکلات زندگیامون به حداقل میرسه. اما تو انتخاب خوب چند تا ملاک به نظر من به عنوان ملاک‌های محوری است که باید بهش توجه بشه. اولین نکته و در رأسش دینداریه. من اینو وعده بدم به زوجهای جوان، با همسر دیندار اگر زندگی بکنی پشیمون نمیشید. دیندارا، نه دیندار نما، دیندار زندگی بکنین پشیمون نمیشید درش. دومین نکته، اخلاق خوب داشته باشه همسر. من یه نکته ای رو، تجربه خودم رو در مشاوره میخوام میگم. تو این سالهایی که های قوامی بنده مشاوره دادم، شاید به عدد انگشتان یک دست مراجعه نداشتم. مثلا یا آقای دست زنش رو گرفته باشه بیاره پیش من، به آقا این دماغش گنده است میخوام طلاقش بدم، قشنگ نیست میخوام جداشم، واقعا نداشتم. ولی شما حالا بیاین تو مشاوره، محوریت مشکلات زوجین روی مشکلات رفتاری و اخلاقیه. ولی روی مسئله اخلاق ما باید دقت بکنیم تو انتخاب. حالا این شاید بگن آجا چجوری میشه تشخیص داد، شاید مجال نباشه تو این زمان، ولی راههای خیلی خوبی رو امروز کارشناسان پیشنهاد میدن که شما اخلاق طرف مقابلتون رو چطور بسنجید. معمولا میدونین اخلاق رو تو 3 موقعیت بهتر میشه سنجید. یکیش گفتن تو سفر و اینا. بله، یکیش در محیط هایی که آدما عادی ترند بهتر میتونیم بسنجیم. دوم در خلوت ها. سوم در عصبانیت ها و هیجانات بهتر میتونیم. تو عصبانیت و هیجان هم ممکنه هیجان مثبت هم ما داریم. مثلا عشق یه هیجان مثبته. آدمایی که عاشق میشن خود واقعیشون رو بیشتر رو میکنن، یعنی اون حقیقت خودشون رو بیشتر نشون میدن، نمیتونن خودشون رو دیگه کنترل بکنن. پس دومی نکته بحث اخلاقه. نکته سوم خانواده دار بودنه. حضرت فرمودن بپرهیزید از خضراء الدمن، اون دختر زیبارویی که خدمت در این خانواده نامناسب رشد کرده. خضراء الدمن میگن گل سرخی که روی مزبله رویده. فرمودن از این بپرهیزید. فرقی هم نمیکنه چه دختر چه پسر، خانواده محوریت داره. خانواده جزئی از شناسنامه زندگی ما، این رو هم باید بهش دقت بکنیم. نکته چهارم، کفیت فرهنگی رو هم بهش توجه بکنیم. گاهی اوقات ما 2 تا فرهنگ متفاوتیم. کشور ما خرد فرهنگ های زیادی دارن، هر قومیتی برای خودش. نمیگم با هم ازدواج نکنن 2 تا فرهنگ مختلف، میگم آشنا باشید، بشناسید، ببین میتونی با این فرهنگ، با این ویژگی ها روزگارتو سپری کنی. اگر میتونی بسم الله برو جلو، اگر نمیتونی اینجا بالاخره دقت کن، احتیاط کن. نکته پنجم که باید بهش دقت کرد، به دل نشستن شریک زندگیه.
یعنی من وقتی دیدمش به دلم بنشینه. من خواهشم میکنم بزرگترها، جوونا، یه موقع گول برخی حرفا رو نخوریم. به دل نشسته نداره، حالا ازدواج میکنیم میریم زیر سقف دل هم نمیشه این. یعنی اون دل نشستن باید تو هم مراحل اول اتفاق بیفته. اگر این اتفاق نیفته نمیشه. یه سوال کوتاه بپرسم. علانیا مثلا بر اساس یه تفکری که میگن تو سفر آدم‌ها رو میشناسه، یه محرمیتی میخونن، بعد مثلا یه سفر یه روزه، 2 روزه، 3 روزه، حالا یا خانم آقا میرن یا با خانواده میرن که ببینن مثلا چجوری رفتن میکنن. من شنیدم خیلی. اینو شما درست میدونین یا غلط؟ ببینید من عرضم اینو با خانواده برن، تنهایی برن تبدیل به یک رفتار عاطفی میشه دیگه. وقت معیار تصمیم نمیتونه باشه. خیلی خوب. خیلی استفاده کردیم. خدا خیرتون بده، اجرتون با حضرت کریمه و حضرت کریم هر دو با هم. شما هم همینطور. مخلص شما هستیم. اوامری ندارین؟ التماس داریم. محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. در خونه کریمه اهل بیت هستیم، در خونه کریم اهل بیت امام مجتبی هستیم. چیزای زیاد بخواید، مردم میگن از کریم، از بزرگ در حد و اندازه خودش بخواید، نه در اندازه خودتون. چیزای بزرگ، چیزای زیاد بخواید. به نظرم بزرگترین و زیادترین چیزی که ما از امام مجتبی، از کریم آل طه میتونیم طلب بکنیم فرج امام زمانمونه، که چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اگر امام زمانمون انشاءالله قدم به چشممون بذارن که این روزا چشم خیلی از مردم مظلوم و مستضعف دنیا، از جمله مردم مظلوم و در عین حال صبور و مقتدر فلسطین و غزه و لبنان و یمن مخصوصا الان این روزها و سوریه خیلی چشم به راه ایشون هست. انشاءالله که محقق بشه به نام مقدس امام حسن مجتبی، به دم مسیحاییشون، به نفس حقشون انشاءالله نفس بزنن و ما ظهور امام زمانمون منجی عالم رو خیلی زود درک بکنیم. یه بیت بخونم مردم عزیز و زائران حضرت کریمه که صدای منو میشنون، اگه متوجه شدین کلمه آخر این بیت چیه دوست دارم بلند بگین. مردمم پای تلویزیون اون کلمه آخر اگر متوجه شدن همه با هم بلند بگن. عرض میکنم که ما از لب مسیح شنیدیم این سخن، 100 مرده زنده می شود از ذکر یا 100 مرده زنده می شود از ذکر یا حسن. جانم فدای امام حسن مجتبی، التماس دعا یا حق. خدا حافظ. آقا ممنونم. بزنند دوست داشتنیش میکنند. حواسشان به همه هست، کاری میکنند صدایشان به تک تک آدم ها برسد. با هر کداممان بلند حرف میزنند. حواست هست چه کسی از همه بزرگتر است؟ گواهی داده ای دنیا دست کیست و خوبهایش کجای کارند؟
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم. صلوات. أجيب دعوة الداعي إذا دعان أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم